ادعای یک خانواده که میگفت سازمان مالیوی ایمان اینترنشنال بیش از 5 کیلوگرم طلایش را گرفت و برنگرداند در نشست مطبوعاتی نماینده منطقوی بانک ملی نیز باعث بحث گردید. قبلا یک ماه پیش مسئولان ایمان اینترنشنال گفته بودند که این بحث در چهارچوب قانون بررسی و حل شده است، ولی مشتری دعوا دارد که ایمان حقوق مشتری را پایمال نمود و در همه زینه‌های حقوقی دست بالا شد. گپ درباره ساخته‌کاری یا نادرست گذاشتن امانت می‌رود. واقعیت حادثه از چه عبارت است؟ اینجا با مسئولیت پیشکی از جانب اکسپرت قرضه، از جانب متخصص‌های و بهادهی طلاواری و در جانب مشتری مسئولیت پیشکی بود. سوالی که ذهن مشتری را بند می‌دارد این است که چرا در وقت قبول طلاواری چنین شبهه نبود و بعد 2 سال این مسئله رو زد. مسئولان ایمان در جواب رسمی به مراجعه خبرنگار رادیو آزادی نوشتند که در اساس سنجش نقشه‌ای نارسایی اموال به گرو گذاشته این قرضگیرنده را آشکار کرده و به صلاحیت مقامات تفتیشاتی گذاشتند. ولی یک نماینده از مدیریت تشکیلات در نشست خبری حالت را به گونه دیگر شرح داد. یکی از بیزوجان وقتی که مشکلی پیدا کردن برای پرداخت پول قرض آنها مراجعه کردند که با ما همین طلا رو برگردونید تا اون که ما طلا رو خودمون فروشیم و مبلغ قرض سپاریم. در همین حالتی که وقتی از یک میزوجان همین با همین شخصی که گفته‌شان رو زبان یک کردن ما اون خطاش رو میبریم، در همون حالت معلوم میگردد که یکی از طلاها یکی از وی بیشتر میشه. بعد از اون با سنجش پورا میکنیم همون حالت همش گوشکار میشه. هر 3 ماه گفته محکم کرده از نو با وی میکنه. ماه اکتبر سال 2022 مقامات انتظامی مدینه جان رؤوفووا و یک کارمند ایمان اینترنشنال را در پیوند به این بحث بازداشت کردند. رؤوفووا با اتهام تصرف پول مالی به کردیت داده شده و ساخته‌کارانه تیار کردن تمغه‌های باج اکسیزی، مارکه‌های مخصوص یا علامت‌های مطابقت و یا استفاده آنها گناهکار دانسته شد و به مهلت 11 سال روانه زندان کرد. نه کشادگیشون دیدم، نه طلامو دیدم، نه بوژتری دیدم، لیکن گردن من به هم نموندن که تو بوژتری موندی گفته. دادگاه یک کارمند تشکیلات قرضه را که به عائله رؤوفووا در عوض طلا مبلغ داده بود با گمان غیرقانونی دادن کردیت و دیگر اتهام مانند به این به 12 سال حبس محکوم کرد. حالا هر دو محکوم شده بر عوض پرداخت جریمه از حبس رها شدند. در همین حال مسئولان تشکیلات میگویند که یک نفر دیگر در رابطه به این مسئله در نزد قانون باید جواب دهد. یک کارمند دیگه ما که این با هم تحلیلگری همین طلا میباشد ممکن در شروع قرار دارم. اگر وای طلا نمی بود فکری غرض می داشتیم همین کیتانس نمی گرفتیم که برای 2 میلیون قیمت بانک وزارت کردگی. خانواده رؤوفووا میگوید با نیت تجارت بیشتر ماه ایون سال 2020 بیش از 5 کیلو طلای خالصشان را در ایمان اینترنشنال به گرو گذاشته در عوضش $240,000 آمریکایی قرض گرفتند. ولی بعد تقریبا 2 سال بین مشتری و قرض دهنده بحثی سر زد که تا حال به آن گرفتارند. شکایت مدینه جان رؤوفووا در اکثر زینه‌های حقوقی نتیجه نداده است. اکنون به گفته او مسئولان تشکیلات می‌خواهند در عوض قرض پرداخت نشده 2 حوله پیوندان رؤوفووا را بگیرند. بحث بانک‌های قرض دهنده و امانتگزاری تاجیکستان با میزبانش مسئله نو نیست. در پیوند به این ده‌ها شهروندان کارافتاده از بی‌عدالتی و رعایت نکردن شرطنامه داد و گرفت نسبت بانک‌ها به سود و پروکراتور مراجعت می‌کنند. اما به گفته آنها نه همیشه می‌توانند که حق خود را به دست آورند.